آقا مصطفی پور ابراهیمی پنجم ایران شدی. از سطح مسابقات در تهران بگوین و چند تا شرکت کننده اونجا بود. با سلام. همین الان از مسابقات قهرمانی کشور در تهران برگزار شد میایم. سطح مسابقات بسیار بالا بود. از تمام کشور ورزشکاران اومده بودن، از تمام استانهای کشور، و مسابقه بسیار سختی بود و سطح بسیار بالایی داشت که من تونستم در کلاس 450 جوانان مقام پنجم رو کسب کنم. آقا مصطفی با ماشین شخصی خودت موتورام کشان تا تهران رفتی و از تهران هم اومدی سیرجان. بله دیگه 1000 کیلومتر رفتیم با هزینه شخصی و 1000 کیلومتر اومدیم با همه سختی ها و جاده و بیخوابی و اینا. سخته ولی همش به خاطر عشقی و علاقه که داریم این کار رو انجام میدیم. یه صحبتی بکن با مسئولین که از این رشته مهیج هیجانی خبری ازشون نیست. بگین شما 1000 کیلومتر با ماشین شخصی رفتی و هزینه‌های شخصی، میدونم یه رشته هستین پرهزینه. بله این رشته موتورکراس واقعا ورزش پرهزینه است. در مقایسه با بقیه رشته ها خیلی هزینه‌های سنگینی داره و همش هم هزینه‌های شخصی است، با اینکه هیئت موتورسواری تا جایی که میتونه حمایت میکنه به لحاظ فنی، اما از لحاظ مالی ما هیچ حمایتی نشدیم تا حالا. همش هم با هزینه شخصی بوده. البته کم پیش میاد که ما دست خالی برگردیم از مسابقات. همیشه ما با حکم و مقام میایم از مسابقات، ولی خب هیچ وقت حتی یک رسانه‌ای کوچیک هم نشده. دیگه بقیه حمایت ها به کنار. اما شما پنجم شدین در موتورسواری، پنجم هم حائز عنوان هست دیگه در رشته موتورسواری کراس. بله هر عنوانی که بیارین، هر مقامی که بیارین امتیاز داره برای تیم که شرکت میکنه. از تیمی که ما شرکت کردیم تیم خصوصی بود و تیممون سوم کشور شد. هر رایدر که هر مقامی میاره امتیاز میاره برای تیم.